کشوری که شهرهاش همیشه بوی زندگی میده، جایی که خوشگل‌ترین دختران جهانو داره. اینجا روسیه هست، بزرگترین کشور جهان. روسیه با مساحتی بیشتر از 17 میلیون کیلومتر مربع 2 قاره رو در بر میگیره، اروپا و آسیا. این کشور از غرب تا شرق، از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام کشیده شده. روسیه 11 منطقه زمانی داره که بیشترین تعداد در بین تمام کشورهای جهانه. وقتی در مسکو ظهره، در ولادیوستوک شب شده. این کشور اونقدر وسیعه که از اروپا تا شرق آسیا امتداد داره و اختلاف ساعت بین غربی ترین تا شرقی ترین نقاط اون 9 ساعته. شاید باورتون نشه ولی روسیه با 14 کشور همسایه و مرز زمینی داره که معروفترین کشورهای همسایش فنلاند، اوکراین، چین و لهستان هستن. این همسایگان روسیه با تنوع جغرافیایی و فرهنگی مختلف مرزهای وسیع این کشور رو به یک منطقه خاص تبدیل کردن. زبان روسیه و مردمش روسی هست که یکی از پرگویشترین زبانهای کل جهان محسوب میشه. علاوه بر روسی بیش از 100 زبان محلی دیگه در این کشور صحبت میشه، مثل تاتاری، چچنی و باشقری. جمعیت روسیه حدود 144 میلیون نفره و نهمین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشه. با این حال به دلیل وسعت زیاد تراکم جمعیت در این کشور پایینه و بیشتر مردم در بخش اروپایی روسیه زندگی میکنن. با اینکه روسیه بزرگترین کشور جهانه و مساحتی حدود 17 میلیون کیلومتر مربع داره، اما بیش از 12 کیلومتر از اون هیچ جاده‌ای نداره. در بسیاری از مناطق، به ویژه در سیبری، سرمای شدید، یخبندان و رودخانه‌های گسترده باعث شده که ساخت جاده غیر ممکن باشه. در این مناطق مردم برای سفر از هلیکوپتر، قایق یا در زمستان از مسیرهای یخزده استفاده می‌کنن. مسکو پایتخت روسیه یک ابرشهر پر جنب و جوشه که تاریخ و مدرنیته و فرهنگ در اون به زیبایی در هم تنیده شده. این شهر با جمعیتی بیش از 13 میلیون نفر پرجمعیت ترین شهر روسیه و کل اروپا محسوب میشه. اما نکته جالب ترینه که مساحت اون حدود 2500 کیلومتر مربع است. یعنی این شهر به تنهایی از کشورهای مثل لوکزامبورگ، بحرین و حتی سنگاپور بزرگتره. از نظر جغرافیایی مسکو در مرکز روسیه قرار داره و در کنار رودخانه مسکوا واقع شده. آب و هوای مسکو با بقیه شهرهای روسیه فرق داره، چرا که مسکو میتونیم بگیم خودش یک کشور به حساب میاد. این شهر دارای آب و هوای قاره‌ایه که در زمستانها بسیار سرد و برفی و تابستانهای معتدل و گرمی داره. جلوتر راجع به آب و هوای کلی روسیه هم با هم صحبت میکنیم. مترو مسکو فقط یک سیستم حمل و نقل نیست، بلکه یک اثر هنری باشکوه در زیرزمینه که با طراحی فوق‌العاده و معماری حیرت انگیزش هر مسافری رو شگفت زده میکنه. به همین دلیل با اون کاخ زیرزمینی مینامند. اما چیزی که مترو مسکو رو خاص میکنه فقط گستردگی اون نیست، بلکه معماری شگفت انگیز ایستگاه‌هاست. بسیاری از ایستگاه‌ها شبیه به کاخ‌های مجلل طراحی شدن، با لوسترهای عظیم، سقف‌های طلاکوب، ستون‌های مرمری و نقاشی‌های دیواری زیبا. مترو مسکو فوق‌العاده سریع و دقیقه. در ساعت شلوغ هر 30 تا 90 ثانیه یک قطار وارد ایستگاه میشه، یعنی تقریباً بدون معطلی. همین سرعت باعث شده روزانه بیش از 9 میلیون نفر بدون ازدحام زیاد در مسکو جابجا بشن. بعد نیست راجع به مردم روسیه هم بدونیم. مردم روسیه از گروه‌های قومی بسیار بالایی تشکیل شدن و 190 قوم مختلف در این کشور زندگی می‌کنند، از جمله تاتارها، باشقیری‌ها، چچنی‌ها و یاکوت‌ها. روس‌ها در برخورد اول ممکنه جدی به نظر برسن، اما وقتی با اونها آشنا میشید مهربان و صمیمی هستن و حتی اگر مهمان یک روس باشید با چای داغ، غذای سنتی و پذیرایی گرم روبرو خواهید شد. در روسیه دست دادن از روی آستانه در رو بدشانسی میدونن. برای دست دادن فرد باید کامل وارد خونه بشه یا دیگری بیرون بیاد. با وجود زمستان‌های سخت، مردم روسیه روحیه قوی دارن و فرهنگشون ترکیبی از سنت‌های کهن و زندگی مدرنه. روسیه با 643 میلیارد درخت بیشترین تعداد درختان جهان رو داره که 1/5 کل درختان زمین رو شامل میشه. حدود 45% از این کشور با جنگل‌های انبوه به ویژه درختان کاج سوزنی برگ پوشیده شده.
این جنگل ها زیستگاه حیوانات نادری مانند ببر سیبری، گراز وحشی، عقاب و جغد هستند. با این حال جنگل زدایی، آتش سوزی اونها رو تهدید میکنه و به همین دلیل تحت حفاظت سازمان‌های محیط زیستی قرار دارند. یکی از عجیب‌ترین و شوکه کننده ترین حقایق درباره روسیه وجود 12 آتشفشان فعال در این کشوره. معروفترین اونها در شبه جزیره کامچاتکا قرار داره که با فعالیت‌های مداوم و چشم‌اندازهای خیره کننده شناخته میشه. این منطقه ترکیبی از آتشفشان‌های فعال، چشمه‌های آب گرم، دره‌های بخار و یخچال‌های طبیعی رو در خود جای داده. تضاد میان آتش و یخ منطقه کامچاتکا رو به یکی از منحصر به فردترین مناطق زمین شناسی در کل جهان تبدیل کرده. روسیه با وسعتی عظیم آب و هوای بسیار متنوعی داره، اما بیشتر مناطق اون سرد و قاره‌ای هست. زمستان‌ها در بسیاری از نقاط بسیار سخت و طولانی هست و دما در برخی مناطق و شهرهاش تا منفی 70 درجه سانتیگراد هم میرسه. در مقابل جنوب روسیه تابستان‌های گرم و معتدل داره و دما در شهرهاش مانند ولوگارد گاهی به 40 درجه سانتیگراد هم میرسه. سیبری سردترین منطقه کشوره که بیشتر سال پوشیده از برفه، در حالی که سوچی در جنوب آب و هوای معتدل و مرطوب داره. این تضاد آب و هوایی روسیه رو از نظر اقلیمی منحصر به فرد کرده. هزینه‌های زندگی در روسیه به طور کلی به نوع زندگی و جایی که زندگی می‌کنید بستگی داره، اما به طور کلی میتوان گفت برای یک زندگی معمولی در شهرهای مانند مسکو یا سن پترزبورگ ماهیانه چیزی حدود 1000 تا 1500 دلار نیاز دارید. در شهرهای کوچکتر یا مناطق روستایی این هزینه‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابه و میتونه به 700 تا 1000 دلار در ماه برسه. البته اگر بخواید از خدمات لوکس‌تری مانند رستوران‌های گرون قیمت یا مراکز خرید سطح بالا استفاده کنید، هزینه‌ها بیشتر خواهد شد. پرچم روسیه از 3 رنگ افقی تشکیل شده: سفید بالا نماد پاکی و صداقت، آبی وسط نشون دهنده ایمان و وفاداری و قرمز پایینم نماد قدرت و شجاعته. این پرچم در سال 1696 توسط پتر کبیر طراحی شد و از پرچم‌های دریایی الهام گرفته بود. بعد از فروپاشی شوروی در 1991 دوباره به عنوان پرچم رسمی روسیه انتخاب شد. روسیه به داشتن زیباترین زنان جهان معروفه. زنان روسی با قد بلند و سبک خاص در پوشششون باعث شده که در جهان به خوشگلی معروف باشن. علاوه بر زیبایی، اونها به آرایشی و سادگی در استایل خودشون هم اهمیت زیادی میدن که به جذابیتشون بیشتر میشه. همین موضوع باعث شده که بسیاری از مدل‌ها و بازیگرای مشهور جهان از روسیه باشن. روسیه یکی از کشورها با بیشترین تعداد میلیاردر در جهانه. در سال 2024 این کشور 120 میلیاردر داشت که مجموع ثروت اونها به 537 میلیارد دلار میرسید. این تعداد حدود 37% از کل میلیاردرهای جهان رو شامل میشه. بیشتر اونها در مسکو زندگی میکنن و در صنایعی مانند نفت و گاز و فلزات گرانبها فعالیت دارن. حالا یه سوال دارم ازتون، دخترای ایرانی خوشگل ترن یا روسی؟ حتما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید. ممنون میشم روی این ویدیو کلیک کنید تا یه کشور جدید با کلی حقایق جدید رو با هم کشف کنیم.